نوروز در سفارت افغانستان در تاجیکستان که نماد از افغانستان کوچک و مرکز وحدت و همبستگی اقوام مختلف افغانستان است. سفارت افغانستان همچون نماد از افغانستان کوچک در نخستین روز بهار میزبان جشن باستانی و مردمی نوروز بود. چون سفارت ما مثل افغانستان کوچک است، افغانستان کوچک است و در همین جهت تمام مهاجرین در تمام مسائل عنعنوی و رسم رواج‌های عید باشه، برات باشه، روزای تاریخی باشه، در همین جهت تجدید میکنه و زیر همین چتر افغانستان کوچک کل ما همی مجموعاً مهاجرین در اینجا میاین و جشن میگیرن و رسم رواج خود همین جهت تطبیق میکنن و از ملی عنعنوی استقبال میکنن. ما واقعا در یک محیط امن با همبستگی و یک فکر واحد ایفای وظیفه میکنیم. قسمی که همه ما و شما میدونیم اینجا افغانستان کوچک است که از هر ملیت، از هر قوم اینجا با هم یک جای کار میکنیم. برنامه تجلیل از نوروز با مراسم سنتی پختن سمنک آغاز شد. سمنک این خوراکه شیرین و پر رمز و راز که با نغمه‌های زنانه و عشق مادرانه در دیگ جوشانده می شود، نه تنها بخش از فرهنگ ماست بلکه نشانگر صبر، امید و همبستگی مردم ما در هر جای دنیاست. سمنک یک واژه فارسی است که از کلمه سمن گرفته شده به معنی گندم یا غذایی از گندم بوده گرفته شده است که یک غذای سنتی و شیرین است که از گندم جوانه زده تهیه می شود و بیشتر در کشورهای فارسی زبان مانند افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان این غذا محبوب است و این بیشتر از در جشن‌های نوروزی تهیه می شود. در مدتی که ما از افغانستان مهاجر شدیم به کشور تاجیکستان، ما باید مشکل بر نخوردیم و همیشه محترم جناب سفیر صاحب همیشه از ما حمایت کردن و پشتیبانی از مهاجرین کردن، همیشه در حل مشکلاتشون کوشا بودن. ما خیلی خرسند هستیم، با کدام مشکل مواجه نیستیم. ما از جناب سفیر صاحب زیاد تشکر میکنیم و از شخص مهربان و شخص مدبر است که این کار برای انداخته و تمام افغانا را با هم جمع آورده و جمع شده. جا داره که از جناب سفیر صاحب تشکر کنیم به خاطر از اینکه ما زنان دور هم جمع کردن در افغانستان کوچک تا از مراسم سمنک خود و دیگه مراسمایی که ما تجلیل میکنیم آزادانه میم به افغانستان کوچک تجلیل میکنیم. جان سپاس میکنیم از زحمت کشیشان در قسمت ما زنان افغان راستی واقعا حمایت کردن. ما زنان افغان امیال آزادانه ما مراسم سمنک بزی خود تجلیل میکنیم. فضای صمیمی و پر از رنگ با حضور مهمانان بلندپایه، شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی، اعضای جامعه افغانستان در تاجیکستان و دوستان کشور دوست تاجیکستان جلوه خاص یافت. همه آمده بودند تا نوروز را نه تنها به عنوان آغاز بهار بلکه به عنوان فرصتی برای تجدید وحدت و تقویت هویت فرهنگی افغانستان جشن بگیرند. این جشن و دوره جهالیت نسبت میتن خطاب میکنم که هرچند سرزمین ما زخمی هست، هرچند مردم ما هاواره و پراگنده در سراسر دنیا حضور دارند، ولی استوار و یک پارچه به خاطر دفاع از تاریخ خود، به خاطر دفاع از فرهنگ خود، به خاطر دفاع از مردم خود،
به خاطر دفاع از میراث‌های فرنگی نیاکان خود یک دست و یک پارچه هستند و پیش می‌روند. در ادامه برنامه نمایشگاه کوچک از صنایع دستی، غذاهای محلی و لباسهای سنتی افغانستان برپا شد که توجه هر بیننده را جلب می‌کرد. موسیقی محلی نواخته شد و بوی خوراک‌های افغانی با عطر سمنک در هم آمیخته بود. در روزگاری که گروه طالبان تلاش می‌کنند تا با نگاه تنگ نظرانه و برداشت‌های خشک و غیر علمی از دین، ریشه‌های فرهنگی و تاریخی مردم افغانستان را بخشکانند، سفارت افغانستان در تاجیکستان چون مشعل فروزان راهی دیگر را انتخاب کرده است: راه احترام به ارزش‌ها، گرامی داشت از تاریخ و زنده نگه داشتن سنت‌های دیرین این سرزمین. هزاران سال پیش این لحظه گردش فلک رو حساب کردند و دقیقه فرارسی سال نو رو در طبیعت تشخیص دادند. در قلب شهر دوشنبه، سفارت افغانستان که نماد افغانستان کوچک در بیرون از مرزهاست، صحنه شد برای زنده نگه داشتن نوروز، جشن‌های باستانی و مذهبی که طالبان آن را حرام می‌خوانند، اما مردم آن را از جان و دل پاس می‌دانند. رهبری این محفل با شکوه را محمد ظاهر اکبر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان و نماینده سیاسی مردم افغانستان با افتخار و بینش فرهنگی به عهده داشت. هرچند در سرزمین ما نوروز را حرام اعلان کردند و من نمیدانم که این چه خلل و مشکلی را بر دین، بر مردم، بر جامعه ایجاد می‌کند. آیا امروز که اقوام مختلف، ملیت‌های مختلف، سفرهای مختلف از کشورهای مختلف، هنرمندان دوست داشتنی تاجیکستان، افغانستان و از کشورهای مختلف در زیر این سطح، در زیر این چتر جمع شدن و عنوان یک خانواده مشترک، کجا از این خللی به دین میرسانند؟ او با سخنان پرمفهوم خود نشان داد که نوروز تنها یک جشن نیست، بلکه بخش از هویت ملی ماست که نمیتوان آن را با فتوای جهل پاک کرد. برنامه با پختن سمنک آغاز شد، غذایی که در دل آن صبر، همبستگی و تاریخ نهفته است. بانوان افغانستان با نغمه‌های سنتی سمنک را در دیگ هم زدند و آن را به عنوان نماد از زنده بودن فرهنگ به مهمانان پیشکش کردند. در این محفل مهمانان از کشورهای دوست، شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اعضای جامعه افغانستان از کشورهای مختلف جهان که هموطنان ما در آن زندگی می‌کنند در تاجیکستان حضور داشتند.
همه گرد هم آمده بودند تا نوروز را نه فقط به عنوان آغاز بهار بلکه به عنوان نماد ایستادگی و همدیگی و میراث فرهنگی نیاکان ما تجلیل کنند. خوشحال هستم که اگر اقلاً تعدادی از ظلم و وحشت طالب در مهاجرت هستند احساس مهاجر بودن نمی کنند. آرزومند هستیم چند روزی را که با ما هستین و در دوشنبه هستین روزای خوشی داشته باشین. جای سپاسگزاری است که فرصت فراهم ساختین که یک جمعی از عزیزان بزرگواران و سروران از گوشهای مختلف شما دعوت کردین و لطف کردین و یک فرصت بسیار خوب است که از این استفاده شد. واقعا دیدار ما هم در دوشنبه و همچنان با شما و سفارت و در این فرصتی که در وطن ما شما دچار یک بحران است، موجودیت سفارت و فعال بودن سفارت و در راست از او کسی که دارای ابتکار است، دارای یک بینش است و یک نعمت است برای مردم افغانستان. به هر حال خوشبخت‌تر از همه و میمونتر از این است که این سفارت هم اینجا فعال است و این به نظر من مثل ازی که آدم یک مقدار به اصطلاح به تشبیهات شاعرانه و اگر تعبیر بکنم مثل افغانستان ما و شما یا کشور ما و شما مثل چیز یک گرگی که خورده مثل یوسف که گرگ دریده ولی یک پیراهن یوسف در تاجیکستان مانده که شما هستین و این پاسداری میکنین از دهان یک اژدهای بسیار عظیمی که همه چی را بلعیده و جای ازی داره که هر هموطن ما در هر گوشه دنیا باید از حمایه بکنه. حتی اقل یک ارتباط باید وجود داشته باشه چی جایی که مثلا برنامه‌های مشترک و کارهای مشترک که همین پیراهن یوسف هم اگر نگاه میشه همین یک غنیمت است در شرایطی که ما و شما همه چیزی خدا به اصطلاح در حال از کف دادن داره. و هر صورت تو مسائل مهم نیست. همین اصل اساسی میگه پس که ارتباط ما و شما باید مستحکم‌تر شه و ما باید یک دیگری خود در همین شرایطی که به گفته مردم در یک شرایط بسیار ناگوار قرار داریم یک دیگری خود در بیاریم یک دیگری خود درک بکنیم. این بسیار مهم است و من کاملا سپاسگزار هستم از شما و از تلاشایی که کردین در این راه. امیدوار هستم که موفق تر باشید. نه چیزی در اینجا وجود نداره. هیچ نه چیزی در اینجا وجود نداره. حتی پول این برق وجود نداره که در اینجا کس تاریخ کنه. ولی یک چیز وجود داره که من با اوی اعتقاد دارم و ایمان دارم. اگر پول میتونست کاری بکنه جمهوریت میکرد. اگر پول میتونست کاری را بکنه سقوط نمیکرد جمهوریت. اگر هنگیزه وجود داشت، تعهد وجود داشت، همبستگی وجود داشت، همون مورچگان را چون بیفتد اتفاق شیر ژیان را بدرانند پست. یک اتفاق بسیار کلی در ژیان داره. شما بعد از چند وقت اینجا باز میبینین اطفال رویش میبینین، زنان رویش میبینین، جوانان رویش میبینین، ریش سفیدا رویش میبینین که روی عام مردم چیست و این گسترش بده ماست داشت. این مقاومت امید بسازیم. این به یک لسانس خاتمه ندیم که در جیب ما باشه، در جیب از اینا باشه، در جیب از اینا باشه. هر کدام شما در هر جایی که صدا میکشید یک شخصیت کلان مقاومت افغانستان هستیم که مقاومت تمام مردم افغانستان. اگر در ملک ما یک رهبری در آشنایی بود ولی اندای یارانش که ترسش از خدا می بود، اگر در چشم ذره شرم و حیا می بود، ز مسعود اندکی غیرت اگر می بود، اگر جاسوس امریکا فریب ما نمی دادند، چرا کشور چنین بازیچه دست ملا می بود؟ اگر اکبر نداشتی غیرت ذاتی مذاق خود، سفارتخانه ما هم به دست دیگران. در چارچوب بزرگداشت از آیین نوروز،
محفل با شکوه در افغانستان کوچک برگزار گردید که در آن جمعی از شخصیت‌های برجسته سیاسی، فرهنگی، تجاری و نمایندگان جامعه مدنی از کشورهای مختلف جهان حضور به هم رساندند. اشتراک کنندگان این مراسم با امکانات شخصی خویش در این گرد همایی فرهنگی و صمیمی شرکت نموده و با حضور خود بر غنای این مناسبت افزودند. همچنین شمار از اقوام‌های مختلف و سرشناس دیگر نیز به این محفل دعوت شده بودند، اما به دلیل برخی موانع شخصی موفق به حضور نگردیدند. اسامی مهمانان گرانقدر حاضر در این مراسم در ادامه ذکر شده است. ولی محمد شاهپور، رئیس کانون فرهنگ افغانستان در هلند، دستگیر رضایی، دکتر اقتصاد و رئیس انجمنهای فرهنگی در هلند، عبدالواحد خرم، استاد پیشین اکادمی نظامی عضو دفتر سیاسی ندا، طاهر شباب، آوازخوان ملی افغانستان، آلمان، روحی پیمان همدل، فعال مدنی و بنیانگذار بنیاد فرهنگی در آمریکا، دکتر وحیدالله وحید، رئیس اجرایی شورای انسجام سیاسی تاجیکان در بلژیم، دیپلم انجینیر نصیر صافی، رئیس اتحادیه پناهندگان افغان در اپلدورن، فرید سیاوش، نویسنده و ژورنالیست در هلند، صفی امانی، استاد و آوازخوان، دکتر هارون امیرزاده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در انگلستان، حبیب الله ازغری، نویسنده و مشاور اداره امور پیشین ریاست جمهوری هلند، استاد رحمت الله بیژنپور، شاعر و فعال سیاسی نروژ، محمد کاروان، هنرمند و آوازخوان، انجینیر رضوان، مدیر فروش بین المللی مقیم آلمان، میلاد، ریاضیدان و مشاور ارشد بانکی آلمان، زلمه پنشیری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی و مامور شهرداری بلژیم، مرسل حسن، هماهنگ کننده کمک‌های حقوقی آلمان، محمد سرور سیام، تحلیلگر مسائل اقتصادی آلمان، رفیع حنیف، هنرمند و آوازخوان، جلیل شبگیر پولادیان، شاعر و کارمند پیشین اکادمی علوم آلمان، فوزیه زرین، خبرنگار و مامور شهرداری در هلند، دکتر یوگیتا، رئیس سازمان جهانی ضد تروریسم هند، صدیق شباب، آوازخوان ملی افغانستان آلمان، بشیر احمد بیژن، فعال سیاسی، احمدالله صدیقی، فعال جامعه مدنی، حاجی سید میرزا منجوری، شاعر مقیم روسیه، جنرال محمد صابر آریان، قماندان پیشین امنیه ولایت بدخشان. خاوره مهمه زما زړه د مینې کور دی سترګې مې روڼې موږ یو ریشه یو جان او جانان د مینې بچیان یو بل ته یاران ځمکه مو دسترخوان دی هوا مو د ژوند جام خوشبخته دی هغه زړه چې وي مهربان کشورتان ما اینجا برای ادامه تحصیل خود فرصت‌های داریم و همچنین یک محیطی است کاملا بدون تعصبات قوانین اجرایی و بدون هیچ ممانعت ما درس تحصیل خود د افغانستان سفارت له مشرتابي نه چې پرسي یو ډیر پوه او مهربان شخصیت ښاغلی ظاهر محمد اکبر دای له زړه کومې نه مننه غواړم و آزادی را احساس می‌کردم و پیام و پیغام آزادی در جشن نوروزی سفارت دولای افغانستان در دوشنبه که جناب
محمد ظاهر اکبر سفیر معظم ما درست کرده بود انصافا شنیدنی، دیدنی و احساس شده. برای من بسیار جای خرسندی بود که در یک برنامه فرهنگی بود که بسیار زیاد با شکوه تجدید شده بود و با تمام امکاناتی که شما داشتین دادنازی شده بود و متنوع بود. همه اقوام افغانستان رو هم داشتن. ولی اینجا ما دیدیم که چطوری عالی وجود داره، چگونه این دختران ما با علاقه‌مندی درس میخونن. واقعا کسانی که این زحمت کشیده، این امتحانات مسائل سخته، خودش یک قوت قلب است. مدت 1 سال میشه که در این مکتب درس میخوانم و تمام عملکردها و کارکردهایی که در این مکتب صورت میگیرد کاملا روزی است، چون که در اینجا بدون هیچ گونه تبعیض قومی و بدون هیچ گونه ممانعت در اینجا درس میخوانیم و به درس‌های خود ادامه میدهیم. زه زیر خوشحاله یم چې زه په کوچنی افغانستان کې یم او ډېر راحت لوست ولم. سفارت با ابتکار سفارت یک جشن بسیار شکوهمند بود. شرایطی که خب اگه بفهمیم که نوروز در کشور ما مثلا منع قرار دادن حرام نشان میدن و با در حقیقت با یک داشته و اصلاح فرهنگی ما با یک موجودیت و هویت ما شما امروز مثلا معامله میشن، قسم که زنها و دخترها و دوشیزهای ما را از تحصیل محروم کردن. جناب اکبر صاحب واقعا نماد افغانستان بودن، نماد آزادی بودن، نماد انسانیت بودن، نماد همدلی و وحدت و همبستگی بودن و در هر پوزیشنی که بودن واقعا با بسیار یک متانت، شجاعت و غیرت افغانی بودنش با یک سلیقه های بسیار خاص این وظایف خود انجام داده، با افتخار از این دروازه های تاریخی عبور کرده. اما افتخار میکنیم با وجود همچنین یک شخصیت بزرگوار ما که امروز در تاجیکستان سفیر افغانستان است، نماینده مردم افغانستان است و این به یک افغانستان کوچک تبدیل کرده. برایشان موفقیت، پیروزی، سرفرازی، کامگاری تمنا داریم. در ادامه برنامه جناب محمد ظاهر اکبر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان و نماینده سیاسی مردم افغانستان در این کشور با پذیرایی گرم از مهمانان فرهنگی، سیاسی و ادبی فضای صمیمی و دلنشینی فراهم ساخت که شایسته توجه و قدردانی است. در جریان این دیدار مهمانان علاقمندی خود را برای بازدید و گفتگو با مسئولان و شاگردان مکتب تعلیماتی امی سامانیان در شهر دوشنبه تاجیکستان ابراز نمودند. این مکتب به عنوان یکی از مراکز آموزشی فعال جامعه مهاجر افغانستان در خارج از کشور زیر نظر مستقیم جناب اکبر اداره می شود و نقش مهمی در ترویج آموزش و حفظ هویت فرهنگی ایفا می کند. در ادامه توجه شما را به سایر بخش‌های محفل جلب می‌نمایم. شیراز و بخارا و بدخشان وطن ماست، غزنی و سمرقند و سمنگان وطن ماست، کولاب، سپاهان، کرج، کابل و مشهد، هلمند و شمالی و زرافشان وطن ماست، پنجشیر، دماوند، حریر، بلخ، تخاران، تبریز و شمالی و شکاران وطن ماست، سالار ادب، پیر سخن، بلبل شعران، شهنامه چو بیت خراسان وطن ماست، هر جا که زده سبع شیرخش ز شاده، هر جا که نشست رستم دستان وطن ماست. کوشش کردیم مکتب رو باز نگه داریم و به خاطر همون که کسی ساپورت نکرد مکتب از جای قبلیش 1 سال میشه در داخل سفارت افغانستان انتقال پیدا کرده، چون کرایش قبلا ماه $2,500 بود و بعد از این سفیر صاحب دیدن که از اینکه مکتب کامل بسته شد خوبتر است که در داخل سفارت افغانستان با حمایت اینا پیش بره. 1 سالی هست مکتب همینجا جریان داره و خوشبختانه ما در همه مراحل همکاری سفیر صاحب همراه خود داریم که آینده سازای ما تانستن درس خود پیش ببرن. شما هنوز جوان هستین، نیرو دارین، انرژی دارین، هیچ وقت امیدواری را از دست ندید. برداشت نخست شما از شهر دوشنبه چیست؟
شهر دوشنبه ما یک زمان قبل آمده بودم دوشنبه چیز دیگه بود، حالی که میبینم تغییر بسیار کلان کرده، تغییر بسیار بزرگ کرده. حتی ساختمان بسیار مدرن شده، زیاد پیشرفت کرده، شهر زیبا، شهر گل شده، شهر زیبایی شده. ما اینجا خود بیگانه به خاطر فکر نمی کنیم که زبان مشترک، فرهنگ مشترک داریم و شامل یک حوزه تمدنی مشترک هستیم. و سوال بعدی من این است که ارزیابی شما از عملکرد سفارت افغانستان در دوشنبه چیست؟ یک ابتکار بسیار خوب کردن. اگر ما کجا ما از هلند آمدیم، به نام هلند یا نیدرلند آشنا هستیم؟ آمستردام، I love آمستردام. ما از اونجا آمدیم و ابتکار سفارت آمدیم. خانهشان آباد، کاری خوب کردن، کار بزرگ فرهنگی سیاسی کردن. یک جمع از اروپا خواستن، دوستای ما از آلمان آمدن، آقای پولادیان، دوست دیگه ما از بلژیم آمدن، کسی دیگه از انگلستان آمدن. کاری بسیار نیکی بود. همی که ما شما را دیدیم که اینجا زمینی بسیار خوب مساعد شده برای دختر میخونه که در اونجا این گپ منع شده، حق برآمدن از خانه نداره، حق درس خواندن نداره. این کلانترین افتخار است. ما از سفارت بسیار سپاسگزار هستیم و از شما کمی زمینه مساعد شد با شما ببینیم، بشینیم و هم کلام شویم. در اون مورد جامعه مدنی افغانستان در اروپا فعال است و تا اروپایی ها را زیر نظر قرار دادن از طریق مراجع دیپلماتیک مکاتب در افغانستان باز شد. اطلاعات جریان دارن، نهادهای مختلفی در عرصه کار میکنن. اونجا ما دست بالاشن نشدیم، هر کدام ما در نهادهایی که کار میکنیم صدای شما را با جمع خواهرای شمایی که مقیم هلند، جرمنی هست، از نگاه ازی که به جادا رفتیم ما تظاهرات کردیم به پارلمان هلند و جرمنی و کشورهای اروپایی، صدای شما را ما هم رساتر رساندیم برای از اونا و در هنوز هم در تلاش هستیم، خاموش نشستیم که حداقل یک راهی شود که داخل افغانستان دوباره مکاتب باز شود، دانشگاه دروازش باز شود و همه روند به شکل نرمالش به خیر و خوبی آغاز شود دوباره. روی شما گفتین به وضع مکاتب مدارس فعال میشه، مدارس دینی و بعد تولید نسل جوان که از دانشگاه یا از مکاتب بیرون برن. امروز ما متاسفانه طالب تولید میکنن که بسیار زیاد برای آینده افغانستان خطرناک است. ولی یک قسمت فکر میکنم که تمام جامعه فکری افغانستان کار میکنه تا زمینه بر تغییر وصول شه. و یک تفسیر نادرست از دین دارن. تا این تفسیر اصلاح نشه، تا فکرهایشون اصلاح نشه، توقع نداشته باشین مکتب رو بگیرید که خودت با این لباس بتونی اینجا بشینی و چیزی رو که ضرورت است برای آینده، برای ساختن وطن، اون رو تو یاد بگیرید. باید در مجموع ساختار تغییر کنه تا سیستم آموزشی تغییر کنه. شما هیچ وقتی برای آینده تان بدبین نباشین، خوشبین باشین. من به این متيقن هستم که هر امکاناتی که در قسمت باز شدن استعداد شما برای شما مساعد شود، هر کدامتان در موقف ها و مقام های بالا قرار میگیرید. همین قسمی که توصیه کردن درس بخوانید و درس بخوانید، باز هم درس بخوانید. در کنار از اینکه شما زبانهای بین‌المللی را می‌آموزید، زبان اساسی، زبان پایه، زبان مادری است. هرگز شما فراموش نکنید زبان خود. دیگه هر کس به زبان خود سخندان گردد، آموختن 100 زبان آسان گردد. اگر شما دستور زبان خود نمیفهمید، زبان فارسی یا پشتو، زبانهای ملی که هست، شما دیگه زبانها را خود از خود دستور زبان داره، ولی اگر زبان خود اساسی فهمیدین دیگه زبانها را میفهمید.
هموطنان ما که درجه است که باورمند برای مبارزه باشه، وقت خود وقت مبارزه به مقاومت کنه و برای پیروزی امیدوار باشه و این پیروزی انشاءالله آمده نیست و لطف کرامت و مبارزه این مردم ما. دلها پیوسته گوید اول زنده سایل بینه چکر بوده دل ماست. جوان شخصیت با جوان پاکیزه انسان زنده باد. توده موتاج شد انوا این مرد خیر شخصیت با خدت محمود انام زنده باد. صادقانه مردم غریب دست و خلاص انسان با آمد همیشه زنده باد. استقلال برجسته پیدا حق پرستی می کند. عدل سالار پایمان با وجدان زنده باد. آن سو فراسوی خرد تا آرزو از خود رمد، آن سو فراسوی خرد تا آرزو از خود رمد، آنجا که تا مرز جنون کارم کشد میخواهم. در بین جمع حرف سیاست اگر رود برخیز از میانه علم کف بوده می شود. آنجا که مست بر سر آیین و مذهب است، آنجا که مست بر سر آیین و مذهب است، با کس مزن سر و کلم کف روده می شود. با جمع شیخ و مفتی و ملا و منتظر حرف مکن مبادله کف روده می شود. سرنشین در چکاد قافله ها هم از او میتوان برد شما. زادروزش برابر نوروز، روز مرگش روز ختم بهار. پیش بودی به نظم از او، از اندیش و خارا براب برف و بخار. از حساب و خجند و از نواز آفرینشگران دارم بسیار. فروغ پنجره بر روی زندگی بستم، نماندمند بپرسم دلیل علت را. ز سر کشید لوای زن و کرامت او، کجا بریم چو شنیدنی و ذلت را. ای صاحب تقوا ز تو پرکارتریم، با این همه مستی ز تو هوشیارتریم. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارتریم. شعرخوانی، موسیقی محلی و در مرکز این احساسات صدای مقاومت دیپلماتیک و فرهنگی با صدای بلند آقای اخبر طنین انداز بود. نه فقط به عنوان یک مقام رسمی، بلکه به عنوان صدای فرهنگ، حافظ هویت و ستون محکم افغانستان آزاد و مستقل. اینجا نوروز تنها یک جشن نبود، فریاد بود علیه خاموشی و اعلامیه از سوی افغانستان کوچک برای جهانیان که ما هنوز هستیم، هنوز میخندیم و هنوز نور را در دل تاریکی میافروزیم.